بهر سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی یاری شهر پنجکند یک قطار کارهای بنیادکاری و سازندگی به نقشه گرفته شده است. رابطه به این موضوع از طرف اهل محله، صاحبکاران و جوانان سخاوت پیشه که در مهاجرت مهنتی هستند در دهه میندانی جماعت مذکور برای تعمیر و ترمیم راه دهه که دهه را با مرکز جماعت و شهر پیوست میکند کارهای ساختمانی آغاز کرده شده تا به امروز قسمت اساسی راه قم و شغلپوش کرده شده است. ما مردم شریفی دهه میندانه تصمیم گرفتیم که برای آباد نمودن راههای دههمان سهم خود را گذاریم. از این رو با حشر خلقی برآمده موضع جر سرخ را به ترتیب در آورده ایستادیم. حالا ما سخاوتمندانی که در مهاجرت مهنتی هستند، در خود دیه هستند، با عزم کامل، با یک دل گرم برای شکر آبادی و سازندگی همین دیار ما تاجیکستان عزیز ما برآمده من کارها را پیش برده ایستادند. ما امید داریم که آینده این تشبس را دیگر جوانان دستگیری نموده برای آبادی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان حصه میگذارند. خلقا اقدام میکنند که همین راه کلان کنیم و حجم بلند بود پس کنیم با این چکری خیلی خاکی خلایش راه بود حالا کمیشه ریخته راه هموار کنی اقدام خلقا مسئله روز شنبگی گفتم این تشکیل کرده کار کروسین با نیت دارند و آینده خواهد با اسفالت دویش هم میشه خدا خواهد. باید قید نمایم که همه ساله از طرف ساکنان دهه میندانه جماعت دهاتی یاری شهر پنجکند برای برقرار کردن چندین کیلومتر راهها و پلهای ماشینگذر و آدمگذر که از آفتهای طبیعی کارنوشته می شود چاره‌های ضروری اندیشیده می شوند. ساکنان اطمینان دارند 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس پیشواز خواهند گرفت. گزارش غیب‌الله محمدیوف، خیام جوره.